یکی از روش‌های تبدیل فایل گلدوزی به عکس با کیفیت بسیار بالا و بدون بک‌گراند اینه که میان توی نرم افزار ویلکام ایفور از قسمت فایل گزینه کپشن دکوریشن بیت مپ رو کلیک می‌کنید. با کیفیت 360 ازش خروجی میگیرید، هر جایی که دوست داشتین توی سیستمتون ذخیره میکنید، اوکی رو میذارید و میبینید که توی دسکتاپ من همچین کیفیت بسیار بالایی از فایل گلدوزیم عکس دارم که حالت 3D داره و میتونم روی هر جایی از لباس و یا هر چیزی که میخوام طراحی کنم استفاده کنم. خاصیتش اینه که شما میتونید از این فایل عکستون توی برنامه‌های طراحی لباس مثل کلوتردی، جمینی، برنامه آپتیتکس و حتی فتوشاپ و خیلی از برنامه‌های دیگه استفاده کنید و قبل اینکه طرح گلدوزیتون رو اجرا کنید روی تن مدل ازش خروجی عکس و ویدیو بگیرید و بتونید توی فضای مجازی به اشتراک بذارید یا این کار رو به کارفرماتون نشون بدین. اگه براتون مفید بوده لایک و شیر، یادتون نره دوستای خوبم